آقا ما دفعه قبلی اومدیم اینجا یه همکارتون اینجا بود دیوونه بود همون یا کلا میذاشت تو روان پریش الان نیستش؟ نمیدونم چی داداش همینجا یه همکارتون اینجا بود حالا خدا رو شکر نیست زیاد مهم نیست خدا رو شکر امروز نیست وای عجب بدبختی دارم من خدا شاهده یک درخت بلوطی اومد دوباره خوبی آقا خسته نباشی حالت خوبه ببخشید درخت بیجان هی این ریشامو اگه میشه نزن فقط من چون این ریشامو دوست دارم اگر میشه لطفی کنی به من این ریشامو نزنی بابا میگم نزن ریشامو عجب آدم نفهمی هستی دیگه دست موهام نزن حداقل آش خیلی قشنگ شده ولی من یکی منتظرم بذار برم تو رو قرآن خیلی قشنگ شد دست در نکنه بذار عجب موی زدی دمت گرم خیلی واه خیلی ازت ممنونم خیلی ازت ممنونم انشالله که بازارت باشه مشتی